درود به همه عزیزان. ما اومدیم 13 به در پارکی به نام گیتس پارک در منطقه کوکیتلام. همه ایرانی ها جمع شدن. آفتاب شدیده، ببخشید من مجبورم که از این عینک استفاده کنم. خیلی شلوغه. یه سری غرفه ها و اینا آماده کردم برای همه اونایی که میان. بعد براتون بگم که فعلا یه نمایی از عزیزان ایرانی داشته باشین که از صبح زود اومدن جا گرفتن. بعد با هم دیگه میریم سمت غرفه ها که من غرفه ها رو هم نشونتون بدم و بذارید برگردیم. یه قسمتی از همیهنان عزیزمون اومدن اینجا. البته هنوز کامل جمع نشدن چون خب زوده برای اینکه همه جمع بشن. یه فکر کنم 1-2 ساعت دیگه خیلی شلوغ میشه. تازه دارن میان جمعیت. فعلا در حال آمدن هستن.